تو از سوی آسمان آمدی، صدایم زدی مسیحا، برای نجات ما آمدی، چه خوش آمدی مسیحا. تو از سوی آسمان آمدی، صدایم زدی مسیحا، مرا با کلامت آتش زدی، چه نیکویی مسیحا، چه نیکویی مسیحا. من هر دم و هر لحظه در حمد تو خوانم، نام پر جلال توست هر دم به لبانم. من در طلب روح خدایی تو هستم، تا آخر عمر خود ثناگوی تو هستم. کلامت برایم هزاران گره گور و باز کرد، مرا از طلسم ناامیدی رها کرد. نمیخوام که دور از روح پاکت بمانم، تو هستی صخره و جان پناهم. من هر دم و هر لحظه در حمد تو خوانم، نام پر جلال توست هر دم به لبانم. من در طلب روح خدایی تو هستم، تا آخر عمر خود ثناگوی تو هستم. کلامت برایم هزاران گره گور و باز کرد، مرا از طلسم ناامیدی رها کرد. نمیخوام که دور از روح پاکت بمانم، تو هستی صخره و جان پناهم. تو از سوی آسمان آمدی، صدایم زدی مسیحا، برای نجات ما آمدی، چه خوش آمدی مسیحا. تو از سوی آسمان آمدی، صدایم زدی مسیحا، مرا با کلامت آتش زدی، چه نیکویی مسیحا، چه نیکویی مسیحا، چه نیکویی مسیحا. با نام و یاد خدای عشق و محبت، سلام و شب بخیر خدمت شما عزیزان. با برنامه دیگر از آواز دل خدمت شما عزیزان هستیم. باشه که این آواز از درون تک تک ما جاری بشه، نغمه عشق خداوند، چرا که میدونیم خداوند صاحب آواز هست، آواز عشق هست و اولین آواز رو خداوند برای ما خوانده و میخواند و باز هم منتظره که ما به آغوش او بریم و اون آواز زیبای خودش رو برای ما بخونه. چقدر زیباتر، چقدر دلنشینتر از اون چی که در روی زمین میشنویم، صدای خداوند رو که میگه دوستت دارم و عاشقت هستم. اولین سرودی رو که خوندم از برادر عزیزمون حسین از آتلانتا که اینا رو تک به تک برای من فرستادن. ممنونم. اینو میتونید از یوتیوب هم سرچ بکنین داشته باشین. برادر حسین عزیز ببخشید اگر من یکم پس و پیش خوندم، امیدوارم که دوست داشته باشین. واقعا ترانه ها زیباست، ترانه هایی که برای خدا سروده میشه و اون نغمه باعث میشه که اون چه که به دیگران هم میگیم تاثیرگذار باشه.